دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با درس 9 از کتاب Oxford Word Skill Elementary Vocabulary ادیشن دوم هستش. اما میخوام قبل از همه ازتون درخواست بکنم اگر شما ویدیوی من رو به طور همینطوری اتفاقی توی یوتیوب در حال تماشا کردن هستید، ممنون میشم که دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو فشار بدید. این کار باعث میشه که شما همیشه ویدیوی من رو نفر اول ببینید و کلی مطلب آموزشی جدید ازش یاد بگیریم. بریم درس 9 رو با هم دیگه شروع بکنیم. Time, words and phrases. لغاتی که مربوط به زمان یا همون time و عبارات میشه. The past part A چی میگه؟ The past, the present and the future. گذشته، حال و زمان آینده. برای زمان آینده هر موقع که شما دارید صحبت میکنید حتما از the استفاده کنید. اینجا چی میگه؟ میگه look at the diary and read the sentences below. It's midday on Thursday, April the 11th. April the 11th. 11 اپریل. حالا اینجا اگه دقت بکنید که یه جدول میبینید، زیر این جدول اومده یه سری چیزا رو یه سری جمله ها نوشته I was in Moscow last week. I was in Moscow last week. Last week میشه هفته گذشته. شما هر چیزی رو میتونید باش بگید. مثلا بگید last month, last year, last Friday, last semester. semester میشه ترم. last semester میشه ترم گذشته. last Friday جمعه گذشته. last year سال گذشته. last month ماه گذشته. برای همه اینا برای زمان گذشته است که گفتیم. I saw Jenna and Charlotte 3 days ago. من دیدم جانا و چارلوت رو 3 روز گذشته. آقا این اگو هم برای زمان گذشته حساب میشه. پس یه سری ساینا هست، یه سری نشونه ها هستش که برای زمان گذشته استفاده میشه. یکیش لسته، یکیش اگوه. سا گذشته لغت خوشگل سی هستش به معنی دیدن و توی زمان گذشته میشه سا. سی میشه سا. جمله بعدی میگه I had lunch with Ella yesterday. I had lunch with Ella yesterday. من با الا ناهار خوردم روز گذشته. yesterday یعنی روز گذشته یا دیروز. این هم یکی دیگر از نشونه های زمان گذشته هستش. I had lunch یعنی غذا خوردم، ناهار خوردم. این غذا خوردن و فعلش رو به جای eat میتونید از have استفاده بکنید که گذشته have میشه had. I had lunch with Ella yesterday. I went out with Logan last night. Last night میشه شب گذشته. went out گذشته یه لغت go out هستش. I went out with Logan last night. شب گذشته با لوگن رفتم بیرون. I'm going to the cinema this evening. I'm going to the cinema this evening. This evening منظورش به زمان آینده هستش. اصلا این اسم این گرامر چیه؟ لطفاً با going to اشتباه نگیرینش. این حال ساده هستش. حال ساده یعنی چی؟ am, is, are به اضافه یه فعل به اضافه ing. خب این داره چی میگه؟ میگه من میرم به سینما من غروب میرم سینما. انقدر مطمئنه که برای زمان آیندهش از present continuous استفاده کرده، یعنی حال استمراری. شما موقعی که مطمئن باشین که یه اتفاقی میافته از present continuous استفاده کنید. و مورد بعدی که میخوام بهتون بگم برای آینده نزدیک شما اکثرا یعنی قریب به اتفاق همیشه از present continuous استفاده میکنید. مثلا میتونید بگین که I'm going to the cinema this Friday. من این جمعه میرم سینما. و مورد بعدی که به این جمله ربط داره اینه که سینما برای بریتانیا هستش. توی امریکا از مووی استفاده میکنن، میگن I'm going to the movie this evening. من این غروب میخوام برم فیلم ببینم یا میرم سینما. بریم برای زمان آینده رو یاد بگیریم. میگه I have a meeting tomorrow morning. I have a meeting tomorrow morning. tomorrow برای زمان آینده هستش. tomorrow morning یعنی فردا صبح.
از زمان حال ساده استفاده کرده. موقعی که تایم تیبل هستش یه قرار کاملا فیکس شده شما از سیمپل پرزنت استفاده میکنید، نه ویل یا هر چیز دیگه. خب اینم چی گفتیم؟ گفتیم برای زمان آینده هستش. I'm staying at Wheels this weekend. I'm staying at Wheels this weekend. این جمله یعنی چی؟ میگه من میمونم در ویل این آخر هفته. خب این یعنی چی؟ موقعی که شما یه اسم رو بهش آپاستروف وصل میکنید یعنی که خونه اون فرد رو منظورتونه. مثلا میخواستیم بگیم که من خونه مام بزرگم میمونم این آخر هفته رو، بعد بگیم چی میگفتیم؟ میگفتیم I'm staying at my granny's granny یا آپاستروف s this weekend. اینم هست. I'm going to London for 3 days next week. I'm going to London for 3 days next week. Next week برای زمان آینده است. This week زمان this weekend بازم به زمان آینده اشاره میکنه. I'm going to یعنی من دارم میرم. بازم این زمان حال استمراری استفاده کرده. من دارم میرم لندن برای 3 روز هفته آینده. یعنی هفته آینده من 3 روز میخوام لندن بمونم. انقدر مطمئن هستم که از حال استمراری استفاده کردم. I have a doctor's appointment next Thursday. میگه من قرار ملاقات دارم با دکتر پنجشنبه آینده. خب این next هم که میبینید به آینده داره اشاره میکنه. باز هم appointment میشه قرار ملاقات. doctor's appointment قرار ملاقات با دکتر. خب اینم برای زمان آینده است. بازم تایم تیبل هستش، یعنی یه چیزی از قبل فیکس شده، به خاطر همین از زمان حال ساده استفاده کرده. I'm seeing my parents in 10 days. I'm seeing my parents in 10 days. چی داره میگه؟ میگه که من 10 روز دیگه پدر مادرم رو میبینم. این 10 days یعنی 10 روز دیگه. خب مثلا میخوام بگیم که 2 دقیقه دیگه میگیم in 2 minutes. in 2 minutes. اینم باز انقدر مطمئن بوده که توی زمان حال استمراری ازش استفاده کرده. خب بریم سراغ glossary. Diary, a book where you write what you are going to do. همون که گفتیم دفترچه خاطرات. Last week, the past برای زمان گذشته است. 1 to 7 April. با توجه به این جدولی که اینجا میبینی یعنی از اول تا 7 اپریل میشه هفته گذشته، یعنی todayش امروز بوده Thursday. This week, the present 8 to 14 April. یعنی 8 تا 14 اپریل این هفته است. Next week, the future برای زمان آینده است. 15 to 21 April. 15 تا 21. نگاه کنید برای زمان آینده الان اینجاییم، برای زمان آیندهش میشه اینجا. ago هم که گفتیم before now یعنی قبل از الان به معنی پیش. In the past برای زمان گذشته استفاده میشه. Last night not yesterday night. اصولا بچه‌هایی که تازه شروع کردن میگن yesterday night که اشتباهه، باید بگین last night یعنی شب گذشته. Yesterday evening not last evening. Yesterday evening یعنی عصر دیروز. برای evening شما نباید از last استفاده بکنید، باید بگین yesterday evening. Appointment گفتیم چی؟ یعنی قرار ملاقات. A meeting at a fixed time یه قراریه که قبلا فیکس شده. Often or often with one person for a week or with a doctor, dentist, etc. یه میتینگیه که از قبل فیکس شده، اغلبا با یه شخصیه برای کار یا با یه دکتر یا دندون پزشک. دنتیست میشه دندون پزشک و غیره. etc. هم که میشد و غیره. In 10 days etc. گفتیم in 10 days یعنی 10 روز دیگه. مثلا میگیم 10 days etc.
from now، یعنی از الان تا 10 دقیقه دیگه. مثلا میخوام بگیم که یه لحظه دیگه، in a second میشه یه لحظه دیگه. 10 روز دیگه میشه in 10 days. خب منظورش از الان تا چند روز دیگه هستش. خب حالا بریم سراغ تمنا. اینا رو با هم دیگه خوب یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ true false. رایت و درست و غلطش رو باید با توجه به این جدول بالا، یعنی این جدوله. چی میگه؟ میگه I was in Moscow last week. من هفته گذشته مسکو بودم. درسته. I got back from Moscow 2 days ago. Got back گذشته کلمه get back هستش که به معنی برگشتن هستش. میگه من برگشتم از مسکو 2 روز پیش. درسته؟ خب بذار ببینیم. من از مسکو 2 روز پیش برگشتم. نه، من 2 روز پیش از مسکو برنگشتم. 2 روز پیش میشد چی؟ من با الا چیز داشتم، ناهار داشتم. من روز جمعه 5 اپریل بودیش که من برگشتم. پس میشه false. بریم سراغ تمرین بعدی. گفته complete the sentences. We saw them at the cinema yesterday evening. حالا باید با این فریز هایی که بهتون یاد دادم اینا رو کامل کنید. مثلا She saw Paul about یعنی چی؟ حدوده. She saw Paul about 3 days ago. اون پاول حدود 3 روز پیش دیدتش. تمرین سومو ببینید. میگه look at the diary again. It is now Wednesday. میگه الان به دفترچه خاطرات نگاه کنین. الان چهارشنبه هستش. April the 17th. 17 اپریل. Write 3 more things about last week and 3 things about this week. الان فکر کنید که مثلا چهارشنبه است. اینجا رو ببینید. گفته فکر کنید که 17 اپریل، یعنی اینجا امروز. چند تا چیز راجع به امروز بنویسیم. راجع به هفته گذشته، یعنی این هفته مثلا میتونیم بگیم که I had meeting، یا مثلا I stayed at Wheels. و گفته برای این هفته هم بنویسید. این هفته مثلا میگیم که I'm going to the theater. میخوام برم تئاتر. این هم از این. بریم پارت بعدی. پارت B time words and tenses. این داره میگه لغتایی که مربوط به زمان میشه. تنس هم کلهم زمانهای گرامری رو داره به شما نشون میده. There are some words about time in English that we often use with particular tenses. این چیزایی که ما اصولا با زمانها استفاده میکنیم تایم تیبل های خاصی هستن. مثلا ever, while, already. ببینیم که چجوری باید از اینا استفاده کنیم. مثلا ever. شما ever رو اصولا برای زمان حال و حال کامل استفاده میکنید. مثلا خیلی پرکار برده. Do you ever swim in the winter? Do you ever swim in the winter? اصلا تو زمستون شنا میکنی؟ این اصولا بچه ها اشتباه میگیرنش با این جمله. مثلا Have you ever been to Moscow? تا حالا مسکو بودی؟ پس ترجمهش توی زمان حال ساده میشه اصلا، ولی توی زمان حال کامل میشه تا حالا. مثلا تا حالا شیراز رفتی؟ Have you ever been to Shiraz? Have you ever been to Shiraz? بعد مثلا میخواد بگی که اصلا شیراز رفتی؟ Do you ever go to Shiraz? Do you ever go to Shiraz? اینم خیلی پرکار برده. While به معنی در حالی که هستش. He often phones while I'm eating. He often phones while I'm eating.
present continuous استفاده میشه. میگه اغلبا موقع زنگ میزنه، وقتی زنگ میزنه که من دارم غذا میخورم. They arrived while I was watching TV. توی زمان گذشته استمراری استفاده میشه. اونا وقتی رسیدن، اونا زمانی رسیدن که من داشتم تلویزیون تماشا میکردم. already اصلا به چه معنیه؟ به معنی قبلا هستش. I was already there when they arrived. من قبلا اونجا بودم وقتی که اونا رسیدن. برای زمان گذشته استفاده میشه. Do you want lunch? Do you want lunch? نهار میخوای؟ No thanks. I've already eaten یا eaten. من غذا خورده ام. قبلا من غذا خورده ام. برای زمان present perfect استفاده میشه. و اگرم دقت کنید جمله کاملا پوزیتیو هستش، مثبت هستش. بریم برای بعدی. Recently یعنی اخیراً. I went to the dentist recently. من رفتم دکتر دندون پزشکی اخیراً. برای زمان گذشته استفاده شده. I haven't seen Tom recently. من تامو اخیراً ندیدمش. Present perfect هستش. Yet توی جمله منفی و سوالی اصولاً استفاده میشه، نه همیشه البته. به معنی هنوز هستش. مثلا میگه I haven't done my homework yet. من هنوز تکالیفم رو انجام نداده ام، تموم نکرده ام. Have you seen Almodovar's new film yet? تا حالا فیلم این آلمودوور رو دیده ای؟ هنوز دیدیش؟ بازم برای زمان present perfect یعنی حال کامل استفاده میشه. Just به معنی چند لحظه پیش هستش. Where are the girls? دخترها کجان؟ They've just left. تازه رفتن. برای زمان present perfect استفاده میشه، ولی من میخوام یه کاربرد دیگه هم به شما بگم که برای زمان past هم استفاده میشه. مثلا من به شما میگم I just told you. من همین چند لحظه پیش بهت گفتم. I just told you. همین چند لحظه پیش بهت گفتم. پس برای زمان past simple هم استفاده میشه. مثلا میخوام بگیم he just came. همین چند لحظه پیش اومد. اینم از این. بریم برای for ما که استفاده میکنیم. مثلا نوشته I've been in this job for 3 years. I've been in this job for 3 years. برای زمان present perfect استفاده کرده. شما برای زمان present perfect هم میتونید استفاده کنید. اینجا نگاه کنید. For 3 years بازه زمانی رو به شما نشون داده. هر موقع میخواین بازه زمانی توی زمان present perfect و present perfect continuous استفاده کنید، یعنی حال کامل استمراری، شما کاملا میتونید قبل اون بازه زمانی از for استفاده کنید. For 3 years, for 2 days, for 2 hours. مثلا میگی که من 1 ساعته که منتظر اونم. I've been waiting for him for 1 hour. یا مثلا I've been waiting for him for 10 hours. مثلا اینجا واسهتون نوشتم I've been waiting for him for 10 hours. من برای 10 ساعته که منتظرش هستم. Since شما موقعی که بازه زمانی رو دارین، یعنی exact time رو دارین، از since استفاده میکنین. مثلا اینجا نگاه کنید چی نوشته. نوشته we've lived here since we got married. We've lived here since we got married. از موقعی که ما ازدواج کردیم اینجا زندگی کرده ایم. برای زمان present perfect استفاده میکنیم اصولا. پس since میشه از موقعی که، از زمانی که. حالا بریم اینا رو که حالا گفتیم بهتون، بریم سراغ گلاسری. توی گلاسری هم اگه لغت خوشگل داره بهتون بگیم. خب گلاسری رو ببینید. ever at any time now with the present tense or any time before now with the present perfect. ever که بهتون گفتیم حال ساده یا حال کامل استفاده میشه. while during the time that something else is or was happening. اصولاً
با زمانهای استمراری استفاده میشه، چه توی حال استمراری چه توی گذشته استمراری استفاده میشه. already که گفتیم به معنی قبلا هستش. before now یعنی قبل از الان or before then but we don't know exactly when. اما ما دقیقا نمیدونیم چه زمانی. exactly یعنی دقیقا. we don't know یعنی ما نمیدونیم. in negative sentences توی جمله منفی we use yet not already. ما توی جمله منفی ما از yet استفاده میکنیم نه از already. همونجور که بهتون گفتم already توی جمله مثبت استفاده میشه و yet توی جمله منفی. خب البته این رو داشته باشیم برای لول های بالا. باز من این رو بهتون میگم که یه سری استثنا هم وجود داره. recently نوشته not long ago اخیراً یعنی همین چند لحظه پیش. with the past simple or in a short period of time before now with the present perfect. یا نوشته که recently رو شما با past استفاده میکنید یا با present perfect استفاده میکنید. not long ago یعنی داره منظورش رو به شما میرسونه که با گذشته ساده استفاده میکنید. این not long ago یکی از نشونه های گذشته ساده هستش. yet used for talking about something that hasn't happened. برای چیزایی استفاده میکنیم که داریم صحبت میکنیم که راجبش هنوز اتفاق نیفتاده. but you think it will. اما شما فکر میکنید که میفته یا اتفاق خواهد افتاد. just یکی از معانی just به معنی فقطه، ولی این just به معنی چند لحظه پیشه. a very short time before now یه تایم خیلی کوتاه قبل از الان. now یعنی الان. خب بریم سراغ اسپاتلایت ببینیم چی داره میگه راجع به for و since هستن. گفته we use for with a period of time. گفته ما for رو برای یه دوره زمانی استفاده میکنیم. خیلی خوشگله. یعنی چی؟ for 2 weeks برای 2 هفته. for 6 months برای 6 ماه. for 2 hours برای 2 ساعت. حالا since چی گفته؟ we use since with a point in time in the past. ما موقعی که یه نقطه زمانی توی زمان گذشته رو داشته باشیم از since استفاده میکنیم. مثلا میگیم از سال 2003 از مثلا از سال فلان ما از since استفاده میکنیم. اینم از این که خیلی خوشگله. since I came to England از موقعی که من اومدم توی انگلستان. since last year از سال گذشته. We often use this word with the present perfect. ما اغلباً این جملات رو، این لغت ها رو برای زمان حال کامل استفاده میکنیم. مثلا میگیم I've been at university for 2 years. من توی دانشگاه بودم برای 2 سال. I've known Joy since 2018. من میگه جویی رو از سال 2018 میشناسم. همونجور که میدونیم دو تا جدا میکنیم برای سال 2018. بریم سراغ تمرین. تمرین شماره 4 چی داره میگه؟ گفته complete the sentence with for and since. for بازه زمانی رو نشون میده. since نقطه زمانی رو نشون میده. مثلا گفته I've known her for a year. من اون رو برای 1 ساله که میشناسم. I've known her since. اینجا از سال 2010 که میشناسمش. یا اینجا a long time for a long time. حالا بریم تمرین شماره 5. تمرین شماره 5. Circle the correct answer. دور جواب درست باید خط بکشیم. My girlfriend wants to go to Ibiza but I've already been there. دوست دخترم میخواد بره توی ایبیزا، من اما قبلا اونجا بودم. اینجا قبلا میشه already. بقیه هم با همین دانش کامل میکنیم. بریم سراغ تمرین بعدی. خیلی خوشگله. گفته complete the sentences. جملات رو کامل کنه. He has been in that flat یعنی apartment. توی زمان بریتانیایی ما میگیم flat. توی زمان امریکایی میگیم apartment. He has been in that flat for 3 months. به خاطر اینکه بازی زمانی داره for استفاده میکنه. Have you finished your English course yet? دوره زبان انگلیسی تو تموم کردی؟ No, I've got another 2 weeks. من یه دونه دیگه دارم. 2 هفته دیگه. خب بریم سراغ تمرین شماره 7. گفته translate the words in bold
on this page into your own language. لغت‌هایی که بولد هستند رو به زبون خودتون ترجمه کنید. منظورش لغت‌هایی که بولد هستن چیه؟ اینا هستش. این هم از این که به شما داره کمک میکنه که خیلی راحت اینو یاد بگیرید. حسابی تمرین کنید. سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین. قربونتون برم. Take care of yourself. See you soon and bye bye.